اگه هیچ کنترلی روی شهوتت نداری، اگه شبها بعد از خواب جنوب میشی یا به اصطلاح جدول میزنی، اگه دوست داری شهوتتو کنترل کنی، تا آخر این ویدیو همراه ما باش. شهوت مثل یک شیر درنده است. باید یاد بگیریم چجوری میتونیم اون رو کنترل و رامش کنیم، یا اصلا در چه موقعی شهوت پیش میاد. و شهوت یه ویژگی روانشناسی داره و وقتی که به سراغمون اومد چه کار رو باید انجام بدیم؟ 1. استرس نداشته باش. استرس باعث فعال شدن شهوت میشه. یعنی میگه بخوای استرست برطرف بشه، بیا این کار رو انجام بده که یک جوری فرار از درده و باعث لطمه های بیشتر در زندگی میشه و باعث استرس و اضطراب بیشتر در زندگی میشه. ما برای اینکه کنترل روی شهوت داشته باشیم نباید استرس داشته باشیم. 2. روزه بگیر. حالا خب بعضیا سوال براشون پیش میاد که نمیشه استرس نداشته باشیم. زمانی که اون روز استرس به سراغمون اومد، به جای اینکه بریم سریع غذا بخوریم یا یه جوری دیگه به روش‌های نادرست تخلیه کنیم، غذامون رو کنترل کنیم و روشی که واقعا کم اهمیت جلوه داده شده ولی معجزه میکنه روزه است. روزه باعث میشه اون استرس و سمی که داخل بدن هست رو به تعادل برسونه و ترشح هورمونا رو تنظیم کنه. 3. غذای سالم خوردن. نخوردن فست فود و غذاهای کارخانه‌ای. اگر هر چقدر هم روزه بگیریم ولی خب بعدش تغذیه نامناسب هم داشته باشیم، اونجوری که باید جواب نمیده. باید یاد بگیریم مواد ارگانیک بخوریم تا وقتی که روزه میگیریم بدن به تعادل برسه و میوه و سبزیجات بیشتر استفاده کنیم تا غذاهایی مثل چیپس و پفک و غذاهای کارخانه‌ای و از خوردن گوشت زیاد هم بپرهید. 4. داشتن خواب خوب. همه ما میدونیم خواب خوب تأثیر خوبی توی زندگی ما داره. اگه شبها تا دیر وقت بیدار بمونیم، بدن نمیتونه سمزدایی کنه و باعث اختلال میشه. راهکار اینه که چند روز کم خوابی رو تحمل کنیم و صبح زود از خواب بیدار بشیم و خودمون رو درگیر کار کنیم که شبها به خونه میاییم از خستگی خوابمون ببره و تا جایی که میتونیم قبل از خواب چیزی نخوریم. مایات خوردن قبل از خواب باعث تحریک شهوت میشه و باعث میشه که فرد جنوب بشه. 5. داشتن انگیزه مثبت در زندگی. این که من میتونم تغییر کنم ولی خب هر بار ناامید شدیم، مهم این که من زنده‌ام و دست از تلاش کردن بر نمیدارم.